گفت استاد لطفاً درسی به من بده که در تمام عمر به دردم بخوره. دانشمند با چوب خطی روی زمین کشید و گفت بدون اینکه به این خط دست بزنی کاری کن کوچیک بشه. دانشجو هرچی فکر کرد نتونست. استاد بهش گفت برو 1 سال دیگه بیا. 1 سال بعد دانشجو دوباره نزد استاد رفت و خواسته هاشو تکرار کرد و باز هم دانشمند همون خط رو کشید و گفت کاری کن این خط کوچیک بشه. دانشجو جواب داد استاد درس زندگی نمیخوام، من 1 ساله دارم فکر میکنم و به جواب نرسیدم، میشه به من بگی چطور بدون اینکه به خط دست بزنم اون رو کوچیک کنم؟ دانشمند 1 خط بزرگتر کنار خط اول کشید و گفت الان کوچیک شد. درس زندگی یعنی همین. وقتی با کسی در رقابت هستی میخوای اونو کوچیک کنی، به اندازه رقیبت دست نزن، تلاش کن تا پیشرفت کنی و خودت بزرگ بشی. به قول شاعر توی دنیا اگه آرزو داری یه گرد بشی، با کوچیک کردن دیگران نخوا بزرگ بشی. اگه موافقی یه قلب کامنت کن. 1. دانشجویی نزد دانشمند ژاپنی رفت و گفت استاد لطفاً درسی به من بده که در تمام عمر به دردم بخوره.